آموزش اپلیکا در خدمتتون هستیم. آموزش‌های دیگه ماکرو چیلر روی فایل ویدئویی دیگه هستش که میتونین مشاهده کنین. تو این قسمت فقط استفاده از نرم افزار اپلیکا و قسمت‌های مختلفش رو که توضیحی میدیم. نرم افزار اپلیکا رو که باز می‌کنیم باید بلوتوث گوشیمون روشن باشه تا اینکه بتونه کنترلر رو پیدا کنه. وقتی که بازش کردیم توی قسمت بلوتوث که وارد بشیم، کنترلر اگه توی اطرافمون باشه اینجا مدلش میاد، اگه چند تا باشه همشون میاد. وقتی انتخابش میکنیم باید یوزرنیم پسورد وارد کنیم که اون چیزی که پیش‌فرضه برای مانیفکتچرر 1 2 3 4 که توی خود نرم افزار میتونید بعدا تغییرش بدین و این برای سازنده میمونه. این یعنی سطوح دسترسی سرویس و یوزر به مشتری داده میشه. سازنده مانیفکتچرر رو معمولا برای خودش نگه میداره. این صفحه اول نرم افزاره. توی این قسمت ما وضعیت ورود خروج آب و درخواست برای کولینگ رو میبینیم که با بالا رفتن درخواست برای کولینگ که الان روی 100% تعداد کمپرسورهای بیشتری وارد مدار میشن. تو قسمت پایین درصد فن کندانسور رو میبینیم که اگر این به صورت آن آف باشه روی 0 و 100% کار میکنه. اینجا درصد باز بودن شیر انبساط رو میبینیم و اینجا نوع مبردمونه. حالا اگه این فلش رو بزنیم اینجا یه نمای کلی از چیلرمون داریم که قسمت‌های مختلف داره. الان روی پیش‌فرض روی این قسمته که مربوط به کمپرسور، فشار های پرشر و لو پرشر و دمای معادلشون نسبت به همون گازی که انتخاب کردیم اینجا قابل مشاهده است. یه دونه دمای ساکشن داریم که این مربوط به سنسوریه که برای ساکشن انتخاب میکنیم و از روی این سوپر هیت اندازه گیری میشه. توی قسمت فن کندانسور که بریم یه دمای کندانسور داریم، یه ست پوینت داریم، یه درخواست مربوط به کندانسور داریم، یه فشار داریم و یه دمای معادل اون فشار و اورمیتر هم که مدت زمانی که این فن کار کرده رو نشون میده. خب توی قسمت شیر انبساط که میریم درصد باز بودن شیر انبساط، دمای فشار اواپوریشن و دمای ساکشن رو میبینیم. فشار اواپوریشن اون فشار ساکشنه که دمای معادلش رو هم میبینیم. تفاضل اون دوتا دما هم که میشه مقدار سوپر هیت که توی قسمت اکچوال سوپر هیت دیده میشه. توی این قسمت که همون دمای ورود خروج آب رو میبینیم و ست پوینتمون و درخواست پاور ریکوستمون برای کولینگ که چون ست پوینت الان 5 درجه است و دماها بالاه به خاطر همین ریکوستش روی 100%. الان توی این سیستمی که ما داریم استفاده میکنیم تک مداره. وقتی دو مدار باشه دو تا کمپرسور دیگه‌ای که این سمت و خاموشن اینها هم روشن میشن. تو حالتی که فقط شماره های 3 و 4 توشون دیده بشه یعنی که اینا خاموشن. وقتی دورشون مثل این دوتا کمپرسوری که اینجا داریم سبز بشه یعنی اینها هم روشن شدن. اگه دورشون قرمز بشه یعنی که اینا آلارم دارن و نمیتونن روشن بشن. خب برای اولین باری که میخوایم یه دستگاه چیلر رو راه اندازی کنیم، قبل از اینکه وارد مرحله دیگه ای بشیم میایم توی قسمت سرویس اریا، این چرخدنده‌ای که این پایین دیده میشه، بعد میریم توی قسمت ستاپ، بعد توی قسمت کانفیگوریشنز. حالا اینجا کانفیگوریشن هایی که من قبلا ذخیره کرده بودم هستش. توی قسمت دیفالت کانفیگوریشن های پیش‌فرض خود کرل هستش که برای گازهای مختلف هست و اینجا اول میاین بر اساس گازتون اون کانفیگوریشن اولیه رو میریزین که گازتون از اینجا در واقع تغییر میکنه. یعنی قبل از اینکه تنظیمات دیگه یا انجام بدیم میایم اینجا گاز رو مشخص میکنیم، روش میزنیم و یس رو میزنیم که اپلای بشه. بعد از این قسمت برمیگردیم میریم توی قسمت یونیت ستاپ. توی یونیت ستاپ ما چند صفحه کانفیگوریشن داریم که کانفیگوریشن های اصلی یه دونه چیلره
که برای اینکه راه اندازیش کنیم اونها رو باید حتما انجام بدیم. کلیه تنظیمات نیست، یه تنظیمات انتخاب شده است که اون چیزایی که مهمتره و حتما باید انجام بشه. مثلا نوع چیلرمون الان چیلر هیت پمپ یا چیلر و هیت پمپ. توی SF68 میگه که نوعش ایر واتر. تعداد پمپمون رو مشخص میکنیم، تعداد مدارمون رو مشخص میکنیم. الان اینجا تعداد مدارمون یکی انتخاب شده و ما به این کنترلر اسلیو وصل نکردیم. در نتیجه اگه من اینو بیام بکنمش دوتا، با آلارم اسلیو آفلاین مواجه میشم. اسلیو بورد ایز آفلاین، چون اسلیو رو پیدا نمیکنه. به ازای در واقع هر مدار ما یک کنترلر میخوایم که الان ما اینجا تک کنترلریم و اگر بخوایم دو کنترلر استفادهش کنیم باید یه اسلیو هم بهش وصل کنیم که بتونه دوتا مدار رو پشتیبانی کنه و کلا دوتا مدار بیشتر هم نمیشه این سیستم. خب اینو دوباره همون یک میکنیم. نوع کمپرسور اینجا توی قسمت نوع کمپرسور ما برای هر مدار داریم میگیم که چه کمپرسوری داریم. یعنی 0 رو انتخاب کنیم یعنی هر مدارمون یه دونه آن آف کمپرسور داره، 1 رو انتخاب کنیم یعنی دوتا آن آف داره، 2 رو انتخاب کنیم یه BLDC، 3 رو انتخاب کنیم یه BLDC آن آف. خب بقیه تنظیمات هم به همین صورت مشخصه. مثلا تایپ آف سورس فن میتونه ماجولیتینگ باشه یا آن آف. نوع فن کندانسورمون الان روی ماجولیتینگ بود، در نتیجه اونجا درصدی داشتیم. اگه روی آن آف انتخاب کنیم یا قطع یا وصله. حالا اگه ماکروچیلر ما سری BP باشه یعنی پنل مونت باشه، برای استفاده آن آفمون از خروجی برای پنل مونتمون از خروجی آنالوگش استفاده میکنیم و یه ریلی SSR میذاریم که اون 0 تا 10 ولت رو میگیره و به ازای 0 ولت و 10 ولت تیغه باز و بسته به ما میده. ولی برای کنترلرهای دین ریل NO6 هستش که اون کانفیگوربله و میتونیم بریم اونجا اون رو سورس فن انتخاب کنیم و از همون ریل برای روشن خاموش کردن فن استفاده کنیم. خب نوع تایپ آف سورس ایر سرکت اینجا ایندیپندنت داره و کامان. اگه یه فن مشترک داریم برای هر دو تا مدارمون میریم کامان رو انتخاب میکنیم. تو اون حالت اگر هر کدوم از مدارهامون درخواست فن داشته باشه اون فن روشن میشه. نوع شیر انبساطمون میایم اینجا میگیم که نداریم مثلا دیسیبل، 1 بیلتینه، 2 EVD اِوولوشنه. بیلت این روی سریای دین ریلمون ما درایو مدلی داریم که درایو شیر انبساط روشه و اون درایو شیر انبساط تک قطبیه و قیمتش هم به نسبت اقتصادی تره از اینکه درایو اکسترنال بخواد آدم تهیه کنه و برای اون باید شیر تک قطبی هم استفاده بشه. اگه شیر دو قطبی بخوایم استفاده کنیم که باید EVD اِوولوشن بگیریم و اینجا مشخص میکنیم که الان EVD اِوولوشن داریم یا از درایو داخلیش داریم استفاده میکنیم یا اصلا نداریم. توی قسمت بعدی مشخص میکنیم که حالا این درایو شیر انبساط ما اصلا کرله یا نه. بعد پارامترهای MOP این کولینگ، MOP این هیتینگ، مکس های پرشر ترشولد، مین لو پرشر ترشولد، این هم دیگه MOP و LOP و این هاست. توی H320 S3 configuration نوشته ما سنسورهای 1 و 2 مون ورود خروج آبه، 4 و 5 مون ورود خروج گازه که اون هم میتونه هم فشار باشه هم دما. حالا با توجه به سولوشنش اون متفاوته و توی تنظیماتمون مشخص میشه. ولی سنسورهای 3 و 6 و توی دین ریلا که یه دونه سنسور بیشتر میگیره 7 اینها کانفیگوربلن. حالا اینجا مشخص میکنیم که سنسور 3 مون برای چی استفاده میشه توی پارامتر HC20. خب اینجا گزینه ها رو نگاه میکنیم. not used، source temp، discharge temp، suction temp. ما اگر درایو شیر انبساط داشته باشیم حتما باید suction temperature رو داشته باشیم و این روی S3 و S7 قابل تنظیمه. پس اگر درایو شیر انبساط داریم یعنی شیر انبساط الکترونیک داریم حتما باید یکی از این دوتا رو برای دمای ساکشن تخصیص بدیم.
خب میریم صفحه بعد. HC03 این کانفیگوریشن سنسور 6 مونه که گزینه هاشو میبینیم، مثلا ریموت ست پوینت میتونه باشه و دمای کندانسور، دمای در واقع بیرونه، یعنی دمای محیطه که به کندانسور میخوره، و سنسور 7 مون هم میتونه استفاده نشه یا اینکه ساکشن تمپریچر باشه. خب حالا توی پارامتر HC01 میگیم که سنسورهای ساکشن دیسچارجمون از نوع فشار یا دما، یعنی اگر ما سولوشنمون BPL و برای ساکشن دیسچارج سنسور دما داریم، باید بیایم اینجا این پارامتر رو 1 کنیم. پارامتر HC02 هم میاد مشخص میکنه که ما سنسور 4مون فعال باشه یا نه. سنسور 4مون هم دما، سنسور در واقع دیسچارجمونه، حالا یا دما یا فشاره، سنسور دیسچارج. بعدش میایم ID for configuration پارامتر HC6. اینجا مشخص میکنیم که ورودی دیجیتال 4مون کانفیگوربل چی باشه. ورودی دیجیتال 1 و 2 و 3 ثابته. حالا توی نقشش میبینیم، الان درست یادم نیست های پرشر سویچ و فلو سویچ و فکر کنم اوورلود کمپرسور اینها. حالا توی نقشه که رفتیم میبینیم که این سه تا چی هستن رو میبینیم، ولی آیدی 4 گزینه‌هایی که داریم ایناست. میتونه اوورلود کمپرسور دومون باشه، یعنی اگه داریم توی مدار 2 تا کمپرسور استفاده میکنیم و اوورلود کمپرسور 2 رو میخوایم، باید بیایم اینجا اینو برای اوورلود کمپرسور 2 بذاریم، چون اوورلود کمپرسور 1 که فقط به صورت ثابت هستش. میتونه ریموت آن آف باشه، کولر هیت رو انتخاب کنه اگه چیلر و هیت پمپ با همه، و میتونه سکند ست پوینت باشه که یه ورودی دیجیتال دیگه. ما سکند ست پوینت رو مشخص میکنیم، مثلا ست پوینتمون 10 درجه است، سکند ست پوینت رو گذاشتیم 7 درجه و هر موقع اون ورودی فعال بشه ست پوینت میشه 7 درجه. میتونه ریموت آلارم باشه که اینو معمولا برای مثلا کنترل فاز، اگه ولتاژ مانیتورینگ داریم، ریلی ولتاژ مانیتورینگ داریم، اونو به این وصل میکنیم. و میتونه اوورلود پمپمون باشه. آیدی 6 هم باز به همین صورته و همین گزینه ها رو داره. آیدی 5 هم همینطور. البته آیدی 6 هم فقط روی مدل دین ریل هستش، یعنی پنل مونت تا آیدی 5 رو داره. حالا اگه فری کولینگ داشته باشیم، میایم اینجا دیستش میکنیم، نوعش رو مشخص میکنیم، دلتا تیش رو مشخص میکنیم. بعد توی پارامترهای یوسف 61 65 اینا لاجیک پمپ، مثلا نورمال اوپن کلوزش رو میشه اینجا عوض کرد، کولینگ والو و ریورسینگ والو و اینها. فور وی والو اختلاف فشارش رو اینجا میشه وارد کرد. کاربرد خروجی دیجیتال 6مون توی اینجا AC12 NO6 رو مشخص میکنیم. میتونه همون طوری که گفتم فن کندانسور باشه یا برای فراست پروتکشن باشه، حالا به هیتر بدیم برای جلوگیری از یخزدگی. و این خروجی هم گفتیم که فقط روی سری دین ریلمون هستش. C37 ساکشن پرشر پراب، اینجا نوع پرابا رو مشخص میکنیم که حالا 0 تا 5 ولت 4 تا 20 میلی آمپره. رنجشون رو مشخص میکنیم، مثلا منفی 1 تا 9 دهم. این حالا اعشارش رو اونجا نشون نمیده ولی بازش که میکنیم نشون میده. و برای پراب دیسچارج دوباره نوعش، رنجش، ست پوینت، محدوده ست پوینتی که در واقع اینجا این یوزر میتونه انتخاب کنه الان بین 5 تا 20 درجه است. و محدوده ست پوینت توی هیتینگ، حالا اگه هیت پمپ هم داشته باشیم بین 30 تا 45 درجه است پیش ورزش. نمیشه مشخص کرد که در واقع کاربر اون چیلر نتونه خارج از اون ست پوینت رو تغییر بده. و در آخر هم که میتونیم بازرش رو فعال غیر فعال کنیم. خب این تنظیماتیه که برای اینکه چیلر رو راه اندازی کنیم یک بار میایم انجام میدیم. حالا کلیه پارامترها رو توی قسمت پارامتر میتونیم ببینیم و توی این قسمت فانکشنز هم به تفکیک فانکشن پارامترهای مختصش رو می‌بینیم. تو قسمت کمپرسور که میریم پارامترهای مربوط به کمپرسور رو می‌بینیم،
توی مثلا قسمت سورس که می‌بینیم پارامترهای مربوط به کندنسور رو می‌بینیم و به همین صورت. حالا توی قسمت EVD هم همینطور، پلنت هم همینطور. وقتی که میایم توی این صفحه اصلی اینجا پارامتر لیست رو انتخاب میکنیم، اینجا کلیه پارامترهایی که چیلر داره هستش، یعنی از استاتوس ها گرفته که تا ورودی های کنترلر، چه آنالوگ چه دیجیتال، همه اینها اینجا دیده میشن. یه سریشون ریدانلیه، فقط میتونیم ببینیم چون داره از یه ورودی اون رو میخونه. یه سریشون مربوط به یه پارامتر دیگه است که ریدانلیه و یه سریشون هم قابل تغییره. ولی هر چی پارامتر داخل این کنترلر وجود داره اینجا دیده میشه و اونایی هم که قابل تغییره اینجا دسترسی داره. حالا اکانت مانیفکتچرر که به حد اکثر دسترسی رو داره اینجا دسترسی داره که تغییرشون بده. خب چون تعداد پارامترها زیاده، حالا در واقع هم موقع که نیاز بشه اونها رو میشه تلفنی رفع کرد. خب حالا توی این قسمت ترند که میریم، ما ترند مربوط به پلنت رو داریم. اینجا مربوط به کمپرسوره، مربوط به کندنسوره و اینجا هم شیر انبساط. هر کدوم یه سری پارامتر هستش که اینها میتونیم تغییراتش رو ببینیم اینجا. خب این بالای علامت زنگ هست، تو اینجا آلارما رو میبینیم. الان آلارم های چیلد واتر تمپریچر داریم چون دمای آب بالاه. حالا اگر بخوایم آلارم ها رو ریست کنیم، اونهایی که ریستشون منواله، میریم اینجا ریست آلارم رو میزنیم. توی این قسمت پایین الان توی قسمت لایف هستیم. توی هیستوری که بریم، آلارم هایی که قبلا اومده روی دستگاه با تاریخ و ساعتش مشخص میشه. و این بالای علامت دیسکت داریم، تنظیمات رو این ذخیره میکنه. این تنظیماتی که با این علامت دیسکت ذخیره میشن مربوط به همین کنترلرن. پس در واقع وقتی به همین کنترلر وصل میشین این تنظیمات رو میبینین. اگر این تنظیمات رو میخواین بردارین و روی کنترلرهای دیگه بذارین، بعد بیاین توی قسمت سرویس اریا، توی ستاپ و اینجا کلون رو بزنین. این تنظیماتی که اینجا ذخیره میشه، اینجا هم تنظیمات ذخیره میشه، ولی این تنظیمات توی همه کنترلرها قابل دسترسیه. یعنی ما وقتی که میایم توی قسمت کانفیگوریشن، اینجا یه پرسونال داریم. اینجا تنظیماتیه که من خودم ذخیره کردم و موقعی که با همین کنترلر کار میکردم ذخیره کردم. توی قسمت کلون تنظیماتی که با هر کنترلری ذخیره کردم میاد. در نتیجه میتونم کنترلر دیگه‌ای که تنظیماتش رو ذخیره کردم الان بریزم روی این کنترلر. و حالا نکته دیگه که وجود داره تو همین قسمت کانفیگوریشن عرض کنم اینه که ما مثلا یکی از تنظیمات رو حالا یه جای توی پروژه هم هستیم، میتونیم بیایم این تنظیماتی که ذخیره کردیم برفرض اینجا کار روش رو میام سه تا نقطه کنارش رو میزنم، میتونم شیر کانفیگوریشن رو بزنم و اینو مثلا با واتساپ یا هر چیز دیگه ای ارسالش کنم. این خیلی مواقع پیش میاد که با دوستان سر پروژه هستن، یه مشکلی پیش میاد براشون، کانفیگوریشن رو برای ما میفرستن، همینجا روی کنترلر اعمال میکنیم، شرایط رو میبینیم، کانفیگوریشن رو میبینیم که مشکل از چیه، کمکشون اگه بتونیم میکنیم و اینکه میتونیم کانفیگوریشن رو تصحیح کنیم، مجدد براشون بفرستیم، اونا بریزن روی کنترلر و اینها. به خاطر همین در واقع روند سرویس دهی خیلی راحت تره. خب اینجا که دیگه توی چنج نیم میشه اسم این دستگاه تغییر داد. توی قسمت اسکیجوالر میتونیم مشخص کنیم که این مثلا فعالش کنیم و بگیم که مثلا این روی چه حالتی باشه، مثلا کی شروع بشه کی تموم بشه. یه زمانی میتونیم بگیم مثلا هر روز فلان ساعت روشن بشه فلان ساعت خاموش بشه. یه حالت لو نویز داریم که برای اینه که مثلا صدای فن کم بشه. ممکنه یه ساعتی بخوایم که مثلا شما حالا از این فانکشن استفاده کنیم، اون ساعت رو میتونیم بیایم تو هم اسکیجوالرش انتخاب کنیم، هر روز یه ساعتی ست پوینت فن رو افزایش میده، در نتیجه کارکرد فن میاد پایین. خب توی قسمت BMS که تنظیمات پورت BMS که خب وقتی داریم از تجهیزات کریر استفاده میکنیم، همون چیزی که پیش ورزش هستش کار میکنه، معمولا نیازی به تغییر نداره. آدرس و باد ریت و پریتی و این هاست.
توی قسمت I/O ما یه پراپ کالیبریشن داریم یا اوتپوت فورسینگ. توی قسمت پراپ کالیبریشن که خب ورودی‌ها رو می‌بینیم و اینکه میتونیم به ورودی‌ها آفست بدیم برای کالیبراسیونشون اگه مثلا خطایی دارن. توی قسمت اوتپوت فورسینگ هم میتونیم بیایم اوتپوتامون رو فورس کنیم برای تست سرد که مثلا ببینیم الان خروجی‌ها درست وصله و اینکه درست کار میکنن یا نه. البته ما تو این قسمت هم که هستیم وقتی میخوایم کمپرسور رو آن و آف کنیم، اون پارامترهای کمپرسور مثل مینیمم آن تایم، مینیمم آف تایم، اونها همچنان کار میکنن. یعنی اینکه اگر ما مینیمم آن تایممون رو گذاشتیم 120 ثانیه، اینو وقتی روشن خاموش کنیم خاموش نمیشه دیگه، 120 ثانیه طول میکشه تا خاموش بشه. توی این قسمت اوتپوت فورسینگ به شیر انبساط هم دسترسی داریم. اگه خواستیم به صورت دستی بازش کنیم حالا برای مرحله گاز زدن و اینها، میتونیم بیایم اینجا منوالش کنیم و استپش رو وارد کنیم که استپ شیر انبساط کرل بین 0 تا 480، یعنی 480 استپ بزنیم کامل بازه، 0 کامل بسته است. میتونیم منوالش کنیم و بیایم اینجا درصدش رو بهش بدیم. خب دیگه اینجا که چیز خاصی نمونده. فانکشن هم که همون پارامتر هاست و آپدیت فریم برم این حال چیز خاصی نداره. اگه بخواید فریم برش رو آپدیت کنیم فایلش رو باید داشته باشین. حالا اگه آپدیت جدیدی بیاد فایلش در اختیارتون قرار میگیره، اون رو روی گوشی منتقل میکنین و اینجا آپدیت فریم بر رو که میزنیم میتونین برین از روی حافظه گوشی انتخاب کنین و آپدیت انجام میشه. هر گونه سوال دیگه ای هم که باشه میتونیم با قسمت پشتیبانی کرل تماس بگیریم. داخلی 116. بنده صابری هستم. خدا نگهدار.